السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در محله عبدالرحمن جومی قرار داریم. در نزد من رئیس حکومت و رئیس جماعت و کارگران هستند که بر ضرر دیدگان 20 oile که در این آفت طبیعی ضرر دیدن ما کمک آوردیم. روغن، شکر، برنج با مبلغ 500 تومانی به هر یک ضرری آوردیم. ان شاء الله که حاضر به این یوم میرسانیم و از این باشندگان در حق این خیر کننده و این صاحب کاری وطن دوست دعای خیر میگیریم. برکت در کسب و کار.